سلام. شما به پادکست ترکمن صحرا تیوی گوش می کنید. در هر قسمت از این پادکست به مباحثی از تاریخ، فرهنگ و یا اخبار مرتبط با مردم ترکمن پرداخته خواهد شد. با ما همراه باشید. موسیقی نواحی گونه‌ای از موسیقی است که به نغمه‌ها، سازها و نواهای مناطق مختلف ایران نظر دارد. از زمانی که مطالعات و پژوهش‌ها درباره موسیقی نواحی انجام شده، نام‌هایی چون موسیقی محلی، فولکلور، اقوام و مقامی هم به این گونه موسیقیایی نسبت داده شده‌اند. باخشی‌ها در موسیقی فولکلور ترکمن همیشه رنج‌ها و دردها را که متحمل شده‌اند بازگو کرده‌اند. موسیقی و ترانه‌های آنها پر از فریاد و شکایت و ناله‌های جانسوز است. اشعار شاعران بزرگی چون مختوم قلی فراغی و ملا کمینه که نمونه بارز مبارزات مردم این سرزمین علیه ظلم و ستم بوده را میتوان در آثار باخشی‌ها مشاهده کرد. در این پادکست نگاهی خواهیم داشت به باخشی‌ها و جایگاه آنها در میان مردم ترکمن به عنوان نمادهای فرهنگی و موسیقیایی یک قوم. اسفندیار قرنجیک، محقق و فعال هنری، در مقاله‌ای درباره موسیقی ترکمنی و جایگاه بخشی‌ها چنین می‌نویسد: موسیقی ترکمنی همانند موسیقی سایر اقوام که ریشه در عقاید مردم دارد، از ذهن مردم و آوازهای آنان الهام می‌گیرد. اما فولکلور مردم ترکمن با فولکلور سایر مناطق کشور ما متفاوت است. در ترکمن صحرا نوازنده‌های محلی باخشی نامیده می‌شوند که در تمام مراسم و اعیاد، مخصوصاً عروسی‌ها، از دیرباز تا به امروز مردم را سرگرم می‌کنند و آیدم یا همان شعری که با موسیقی خوانده می‌شود به مهمترین بخش ادبیات شفاهی ترکمن گفته می‌شود که سخن موزون و منظوم بوده و در بردارنده عشق، قهرمانی، زیبایی‌های طبیعت و ستایش حیوانات به ویژه است و به عبارت دیگر سرشار از روایات، حکایات و داستان‌های اجتماعی و حماسی آن سامان است. باخشی در ترکمنی لقبی است که به برخی از نوازندگان دوتار در شمال خراسان و ترکمن صحرا داده می‌شود. باخشی‌ها نوازندگان دوتار، آوازخوان، داستانگو، سراینده و سازنده ساز هستند. در واقع باخشی مقامی در موسیقی ترکمنی است که دارای ویژگی‌های خاص خود میباشد و رسیدن به این مقام چندان آسان نیست. باخشی‌ها روایتگران فرهنگ شفاهی ترکمن هستند و از احترام و جایگاه ویژه‌ای در بین مردم ترکمن برخوردارند. باخشی‌ها معمولاً به بداهه نوازی و بداهه گویی معروف بودند و توانایی نوازندگی و خوانندگی در مدت زمان طولانی را دارند. از قدیم باخشی‌ها معمولاً در مجلس‌های عروسی و شادی‌ها به هنرمندی می‌پرداختند و اجرای برنامه در مراسم سوگواری مرسوم نبوده است. از نظر عوام کلمه باخشی معنی وسیعی دارد. در روایت عامیانه لقب باخشی اینگونه تعریف می‌شود: باخشی کسی است که خداوند به او موهبت و مقامی ویژه بخشیده است. بنابراین یک باخشی افزون بر این که لازم است در نوازندگی چیره دست، در خوانندگی خوش صدا و در داستانگویی و شعرخوانی مسلط باشد، باید از نظر آگاهی و عرفان به مرحله‌ای برسد که شایسته عنوان بخشی شود. همچنین عوام معتقدند بخشی از کلمه بخشیدن گرفته شده، یعنی کسی که دارای هنری مخصوصاً موسیقی است و این هنر را فقط برای خودش یاد نمیگیرد یا فقط برای خودش اجرا نمی کند. آن کسی که با آن سطح بالای درک هنری رسیده، هنرش را برای بخشیدن به مردم یاد گرفته و ساز دست میگیرد. اما استاد مجید تکه، بخشی چیره دست ترکمن، در مصاحبه با رادیو زمانه نظر دیگری دارد. استاد میگوید کلمه بخشی به لحاظ علمی در زبان سانسکریت از کلمه بیخیکشو گرفته شده. از سوی دیگر در گذشته به نمایندگان چنگیزخان بخشی میگفتند، به معنی مرد باسواد و عالم.
به همه اساتید موسیقی ترکمن بخشی میگویند، چه نینواز، چه کمانچه نواز، دوتار نواز و یا خواننده. از سوی دیگر در گذشته به نمایندگان چنگیزخان بخشی میگفتند، به معنی مرد باسواد و عالم. به همه اساتید موسیقی ترکمن بخشی میگویند، چه نینواز، چه کمانچه نواز، دوتار نواز و یا خواننده. همه اینها را با لقب بخشی میگفتند و میگویند. در سالهای اخیر، مخصوصاً 50 سال پیش به این طرف، در بین ترکمنها بیشتر به خواننده ها بخشی میگویند. در ذهن عامیانه هم کلمه بخشی همان خواننده را تداعی می کند، اما در حقیقت همه هنرمندان موسیقی ترکمن را شامل می شود. بعضی از بخشی های مشهور ترکمن صحرا عبارتند از مرحوم استاد اراز محمد تکه، مرحوم استاد خلیفه نظرلی محجوبی، استاد دردی توریک، استاد بایلی تکه، استاد دکتر مجید تکه، استاد طاهر تکه، استاد موسی جرجانی، استاد تاجوردی پیکر، استاد آنوردی پیکر، استاد عید محمد اونق، مرحوم استاد اولیا قلی یگانه و استاد اراز مراد آرخی. از بخشی های جوان می توان از جیهون گلدی نژاد و محمد گلدی گلدی نژاد نیز نام برد. دختران ترکمن را نیز در عصر حاضر به عنوان فعالین عرصه می توان نام برد. سولماز، جرن، فلگون و سایات تکه دختران دکتر مجید تکه که از نوازندگان گروه دولت محمد آزادی از زنان پیشگام در عرصه هنر موسیقی ترکمن هستند. البته اسامی بسیاری از بخشی‌های ترکمن صحرا به دلیل تعداد بالایشان در اینجا اشاره نشد و در پادکست‌های بعدی به بیوگرافی این بخشی‌ها خواهیم پرداخت. چیزی که شنیدید قسمت دیگری از پادکست ترکمن صحرا تیوی بود که در آن به تاریخ، فرهنگ و یا اخبار مرتبط با مردم ترکمن می‌پردازیم. برای شنیدن این پادکست به کانال ترکمن صحرا تیوی در تلگرام مراجعه کنید.
Garip aşığı, aşık haribe Küllüğünü beynin vardır O gel vardır Ay bunun aynalı Olur kimin yarıdır Yürüyse güllerine derdir Derdir Adamından çıkan Ak olur Bana ne Kadımından sıkan tollarım Mungıyla devrelim